بچه های ماروخ از بس که قیافش نمیاد مچدی باشه، از وقتی که ما وارد مسجد شدیم 2 تا خادم اومدن بالا سرمون، فکر کردن ما جاسوسی. حالا خوبه پرچمه رو گفتم عوض کردم. این همه آدم تو صف وایسادن غذا بگیرن، از ما رو اومد از صف کشید بیرون. خادما اومدن و ما رو از صف کشیدن بیرون. نه نمیشه، شما مهمونه این مسجدی، شما مهمونین و تا حالا ما اینجا ندیدیمتون. بفرمایید بگین و فقط برید. ترس کونش. همه زنانی گفتن چرا برید عقب. گفتیم که بابا ما مهمونی افتادیم که ما کفشامون ما فکر کنم خروجی مسجد از این بره. بعد خادم اون یکی گفتش این دو تا خانم مهمون ویژه هستن، مشاهده میکنید؟ گفت آره. بعد باز خیالش راحت نشد، 3 نفری ما رو مشاهده کرد. اینم از یه شب مسجد رفتنمون با اجازهتون. به قرآن مجید یهو من دیدم ماروخ یه جوری سینه میزنه که گفتم بابا ماروخ ابن عادی باشه. همه شک کرده بودن، گفتم خدایا این خانوم با این فوکلاشو روسری جوریش و شلوالی تنگش و بانداشو اومده چجوری ما اون وسطه داشتیم پست جاسوسی آمریکا اسرائیل رو میذاشتیم، هیچی دیگه اینا دیگه شکشون 3 برابر شد. فکر کردن که ما از رو میریم دوباره فردا شب هم میاییم و اصل مطلب فردا شب و تاسو عاشوراست. دوباره بهشون بگیم این دفعه باید 3 تا غذا بدیم که بالاخره دست از سرتون برداریم. شب ما خواستیم هیئت مسجدمون رو این ماروخ کله شوت حواسش نبود پرچم آمریکا استایل پوشیده بابا در بیاره تا حالا جورابه دیگه، یعنی کف 100 سال بخواد بره هیئت کف پای مای دیگه. نه دیگه نمیشه. خود پرچم آلمان رو پوشیدی. نه ما با آلمان تو سولیم، با آلمان خوب مشکل نداره. دیدی این پرچم جایی نیستش، خاک تو سر پر از خاک اره که نه تمیزش کن. نه خود لعنتش کنه گونه خورم. دیدی این جفت دیگه بده قرمز نپوشیدن که